اخیراً 1000 مرغ خوشبخت توسط پرواز چارتری از یک فرمه ایالت ایاوا به پناهگاه در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا انتقال یافتند. سرایت کرونا ویروس تقاضا به گوشت در آشخانه ها را به قدر قابل ملاحظه کاهش داد و صاحب مرغ ها هدف داشت آنها را محو کند. سازمان خیریه انیمال پلیس هزارها دلار مصرف نموده این حیوان های نالازم را به پناهگاه تامین کرد. کیم سوتریا مدیر عامل این سازمان میگوید اکنون هر نفری که پرورش این پرنده ها را بر دوش گیرد میتواند صاحب این مرغ ها شود. بسته بودن آشخانه ها تقاضا به تخم مرغ را هم پایین برده است. ماهی مرد 10 دانه تخم در ایالت ایاوا $2.83 نرخ داشت. حاضر در ایالت‌های به اصطلاح غربی میانه و یا میدوستی ایالات متحده آمریکا که ایاوا هم از آنها می باشد 10 دانه تخم همگی 89 سنت قیمت دارد. رئیس اتحادیه ملی فرمه‌های استحصال تخم ایالات متحده آمریکا کن کیپن ابراز داشت که نرخ تخم در این کشور به حساب میانه 22% کاهش یافته است.